و حضور را، مراقبت را، به خصوص زبان را خیلی مزاحمه. همون حدیث شریف که ائمه ما در شرح حال مثلا واقعیت انسان فرمودن که صبح که شده مثلا زبان به اعضا و جوارح به زبان خطاب میکنن که تو رو به خدا بگذار ما سر آسوده داشته باشیم، که اگر زبان اهل خودش حس بکنه اونها همه یعنی مشتی به سر نیامده مگر اینکه زبان موجب شده و آسیبی بدن ندیده مگر اینکه زبان، ولی اینا همه دست تضرعشون به سوی زبان درازه که بگذار ما سر آسوده داشته باشیم. بله، اول اندیشه بانگهی گفتار بگذار و چانه را عقل بگردونه. ما همه گرفتار جناب عالی هستیم آقای زبان. بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف حق. خب بیانات حضرت علامه رو شنیدین. عزیزان، شما هر کلامی رو که میگویید این کلام در جهان هستی نقش میبندد و در مدار کائنات میچرخد و به خودتان میرسد. مراقب باشید که چه چیزی رو میگویید.